من آقا تروری هستم و خوش اومد به اولین ویدیوی من. بچه‌ها تو این سری ما قراره با هم کلی خوش بگذرونیم. سری تروریا. اگه تروریا بلدید که حتما تو کامنت ها بهم کمک کنید که هم من پیشرفت داشته باشم هم شما بیشتر خوشحال شید. اگه چیزمو تروری نمیدونید، یه ویدیو فردا براتون میاد که قرار در مورد اینکه تروری چیه و چجوری باید بازیش کنیم. Let's go. بچه برگشتم مپ الان که دارم ساخته بشه. ساخته بشه مپ. اسم مپ یه چرت و پرت گذاشتم. یا بچه اینم اسکین بنده. گاید بچه خوبیه. اینم قوی ترین سورد بازی. ما کلاس هم میلی اول سوردی هم که باید بسازیم. الان بهتون میگم اکستاف ما برای این اول 200 تا چوب بکنیم. میگین مثل مانکرافت سخته؟ نه، درخت بکنیم 25 تایی بهتون میده. هرچی بلندتر بهتر. کمش 25 بیشتر. من یه بزرگترین درختی کندم 150 تا بهم چوب داده. بیشتر از 150 تا. من تقریبا گفتم 150 یعنی اندازه الانم. حالا یکم 40-50 تا بیشتر بهم چوب داد. بچه ما تو این سری قرار با گز میلیونی به شمشیرها، بومرانگ ها و این چیزا بریم خب بچه اولین آرمور بازی که با چوب ساخته میشه اینم شمشیرمون که از این شمشیر لعنتی واقعا بهتره. این خیلی چرته ولی این یکم بهتره. رو هوا بود زدم. بچه من نمیتونم تمهای کلاس دیگه استفاده کنم، یعنی رنج، سامون و ماجیک. بچه دیگه سری هم حالا بعد این داریم که برای سامونه. من اصلا استادم زیر میزم واقعا. منم تروری خیلی خفن پلیم جوونایی که خفن. بچه یه نفر بهتون معرفی کنم واقعا تروری پلیر خفنیه. اصلا بریم اونم دنبال کنید چون از این تروری من یاد گرفتم. بچه لایک و سابم فراموش نشه چون حمایت بزرگم منه. بچه من امروز دارم الان ساعت کنم 1:30. آره 1:30. الان 1 ساعت جلو. فکر نکنید 2:30 دارم زیر میزنم. 2:30 دارم این ویدیو رو میگیرم. بعدش آره دیگه چون امروز وقتی من 2 تا ویدیو بگیرم من رو همون یه ویدیو رو بگیرم. فردا 2 تا پارت میذاریم. کلاس میلی خوبیش اینه که آرمورهاش قویان، یعنی دیفنس بالا میدن. این دیفنسه من دقیقا کفش نباید دیفنس بده چون کل 3 تا دارم. یه نه دیفنس اضافه هم بهم داده. یا آیرومان دیگه فکر نکن مثلا یکیشون دوتاش یکیشون یکیه. مثل مانکرافت نیست. بچه یه روزی میشه ما اینو تموم میکنیم این سری لعنتیو. بگیم آقا دیدید ما باش میتونم اکسپرت. این سخت‌تره که من هیچ وقت رو نتونستم تمامش کنم و ایشالله با شما عزیزان دل من تموم میکنیم و ایش خودمون کنیم. بچه من الان دارم کاکتوس میگم میگیم بچه هم شمشیر هم پیککس هم آرمور. چون پیککسش که من پیککس تو سرکیه پیککس چیز خدای 100 تومن میدم. بگم این که به کارم نمیاد ولی مینی اسپید اضافه میکنه. وایسا میگم تورچ بسازم تاریکی شما نبونید ببینید همه دارو. به جنگل رسیم. بایومی که الان من دوست دارم چون برای قوی یکی از قوی تای شمشیرهایی که خیلی به کارمون میاد واقعا نیازش داریم. اوکی
کرم دارم، نمیدونم چرا انقدر زیاد چرا هنوزم سند هست اینجا. ای بابا مپ هم بچه باگی داره. ای بابا واین رو بچه من هر کدوم از اینا رو بکنم بهم واین میده چون اون چیزه رو پوشیدم. البته واین بگیم به کارم اصلا میاد که نیست، خیلی جا به کارم میاد، البته بیشتر بعد هارد مود چون میخوایم بریم وایوران بکشیم. نگاه کنین اگه من از این در بیارم نمیده، غیر ممکنه، غیر ممکنم بگیم خیلی درصدش پایینه. خب اینو کرم ندارم خب منم کرم ندارم. حالا ما اینو میزنیم اینو میپوشیم، حالا این میده دیگه. خوبیش اینه نمیدونم چرا اینجوری میذارم. اوکی لاک پوشت برم، لاک پوشت برم. پیراناس از همون چیزا ماهی گوشخوار که جنگل فقط کنم تو تراریا. البته آره که واقعا یه نوزین بیشتر اقیانوس ها از اقیانوس پایین تر دارن یه پیراناس و دهنشون. چرا استوب کردم اومدم شمشیره رو چرا باید خفاش انقدر بیشور باشن؟ هر ناکسی میبینه یه اتک میدن. جان این چی داره؟ اوه 2 تا دیفنس اضافه میکنه. پشمام الان خیلی برام خوبه. اینو میزنم من خیلی بهتره. میشه حرفی زد، حرفی ندارم برای بسیم. اوه یا 3 تا جون دارم. میتونم الان برگردم خونه به سلامتی ایش کنیم ببینم. من خیلی نترس و بیشورم بیناموسم. آها نمیتونیم بیشاله بخدا بچه خیلی میترسن جنگلی که خطرناک ترین باری من ایتر وای نه گیر افتاد. مردم بچه‌ها مردم. وای تلاش داشتم این دوتا بزنم چون دوتا از آیتمای اون سوردی که میخواستم رو میدادم خیلی ندادم. بچه ها ببینیم من قبل این خب بچه میریم سمت چپ نقشمون چون منطقا یه قار باید تو این مپ لعنتیم باشه. احتمالا که نیست با این وضعیت مپ بنده. من چقدر کسکشم. بچه ها فوش هم موش هم دوست داشتین کامنت ها بدیم، من اصلا مشکل ندارم، فقط یه درصد خیلی فوش بد بدیم میترسم بندشیم. مواظب فقط اون باشین وگرنه اشو دیگه نره. اوکی بچه ها این هم آموزش تراریاس هم اش کردن شما و من. ای بچه کریمزون خطرناکه. جان بچه من چون اصلا از کریمزون خوشم نمیام میرم اینجا پیام پنهان نتم. خب اوکی چست من اصلا از اینجا خوشم نمیاد. چرا چیست نداشت؟ اصلا من نمیدونم اینا را اصلا. منم
کورم این طلا ها رو نیدم. من اون چه سر رو کنم این طلا جفتشو میفتم کلم. من میچوسم. چرا مرده بچه نجات هم بدین. تراری خیلی داره من اذیت میکنه. اوکی میخواستم یه چیزی رو چک کنم. من الان دوتا رو گرفتم که چی بگم. این بومرانگه رو بگیریم برای ساخت این چند بومرانگ. یه نفاده نسار جان باید 100 تومن میدم. تخت کافی ماین کارد. گاوین ماین کارد بچه. گاوین ماین کارد. گاوین بچه بهترین تفریح من کل تراری. تفریح نکنین نیست به حال میده اصلا نصف زندگیتون میره بر فنای البته بعضیش هم میره زمین به پاک میره. اینش خیلی بده. البته این دفعه نرفت خدا رو شکر. بخور من دارم یکیش با بچسبه نچسبه کرمه. اصلا کرم دارم همش میچسبه. چه این بایوم سایت پوشنه یعنی چیه؟ بایوم سایت پوشن بسیم نبود. خدایا بایوم سایت پوشن توی از من نمیدونه. ایزوشی استی بچه شیمه رو پیدا کنیم نصف زندگیمون آل عالی. قبل اینکه باسی بزنیم و بریم سمت شیمه رو اول. اوکی بعد دنبال یه ستاره بگردیم. من چه ستاره رو پیدا میکنم برمیگردم. خب بچه من رفتم یکم گشتم اینو ساختم که بچه اینم بازم یه متریاله برای یا بومرانگ دیگه. برای این بومرانگ میشه که 49 تا میشه. برای این بومرانگ میشه که یکم ساده تر ساختنش. یکم میدم تخمکیه از بومرانگ یکم میگه این نمیگیش از این بیشتر. تو چرا این 4 تا میشه یعنی یه دونه است. خودش فکر کنم یه دوکا آبجکت برک بید. خب اوکی من این تسته رو بذارم در اینجا. یکم اینجا رو پاک سازی کنیم. پس نیم الان تر تسته خوب گذاشتم اینجا. نه راب نمیم مانکرفت این تراریاست. نگین الان تو کامنت ها مانکرفت دو بودی حالم خراب میکنه. نه مانکرفت بهتره. این از ماینکرافت بهتره. تغییر بدیم ماینکرافت. واقعا خیلی ضعیفه. اینو بده. نه نمیخوام انویل. بچه انویل نمیخوام اصلا. بسحال خود مرچنت البته اگه میدونید مرچنت چیه در آینده میفهمید. البته اگه میدونن اما چیه دیگه مرچنت میفروشه دیگه. نیازی من یه سر برم درست کنم. زامبی بی پدر مادر خیلی تخمکیه. مابای بازی هم نمیفهم این اصلا چرا آمدن تو این بازی. لعنت به همشون. بچه 6 تا نمیخواین تا قول محمد و اسمم قول محمد اونم قوی نمیشه خیلی قوی ها. اونم یو حتی از بومرانگی هم قوی همینجور تو فردا بگیر دمیج میده. بعدش اینه که یکم دمیجش کنم یه مدتی هم وای نیست. بترک ای بچه این آرمان روشو بگیریم خیلی خوب میشه. فقط بده اگه خیلی کمیابه.
بطری. نه همیشه به اینا ایه دست من نمیفهمم چرا من اصلا با چیز زدمش با کلنگ پایپ بشه به چوس. من چه دارم هی پورشنم هدر میکنم. بچه این پارت رو به پایان میرسیم. از نظر من بچه بریم یه مپ دیگه. این مپ خیلی چرته، هیچ ورش قار نداره. این چرترین مپیه که من تو کل بازی تراریا بازی که بودم این دیدم. بچه من میرم خودم یه مپ میسازم توش یه چوسه پیشرفت کنم. حالا ببینیم چی میشه دیگه. یا امشب پارت بعدی میاد براتون یا همین فردا 2-3 تا پارت براتون میاد. خدا